رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت پرزور نمودن چاره‌های ضروری و پیشگیری از پنه‌شوی بیماری سیرایتی کووید 19 با معاونان رئیس شهر دوشنبه، رئیسان ناحیه‌های پایتخت، ساختارهای داخلدار و مقامات حفظی حقوق شهر، اینچنین با اشتراک راهبران اول برخی از مقامات مرکزی حاکمیت دولتی جلسه کاری دایر نمودند. در جلسه مسئله اجرای قرار ستاد جمهوریوی و وضع امروزه پیشگیری از بیماری سیرایتی کووید 19 در شهر دوشنبه، پرزور نمودن تدبیرهای سری وقتی برای پیشگیری از این بیماری، مخصوصاً امگذرانی ساکنان پایتخت، عملی نمودن کارهای فهماندهی بین ساکنان، نظارت قطعی رعایت قاعده‌های بهداشتی و کارهای بی‌ضررگردانی در پایتخت مورد بررسی قرار داده شد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به راهبران ساختار و نهادهای داخلدار دستور دادند که با براه ماندن گردش خانه به خانه بهر عملی نمودن کارهای فهماندهی و امگذرانی میان ساکنان و مهمانان پایتخت، با خصوص در مؤسسه‌های تا مکتبی، تندرستی، باغ‌های فرهنگ و فراغتی، تئاتر، کینوتئاتر، مرکزهای سودا، بازارهای استعمالی، طربخانه‌ها، آشخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و دیگر جایهای جمعیتی هنگام گذراندن توی معرکه‌ها چاره‌های قطعی را عملی نموده بهر رعایت معیارهای بهداشتی، فاصله اجتماعی و چاره‌های بی‌ضررگردانی تدبیرهای سودمند راه‌اندازی کرده شود. همزمان تاکید گردید که از راهبران تمام نقطه‌های خدمت رسانی رعایت معیارهای بهداشتی را قطعاً نظارت نمایند. به خصوص ساختارهای تندرستی وظیفه‌دار گردیدند که معرکه امگذرانی پررأی ساکنان شهر را بر ضد بیماری سیرایتی کووید 19 پرزور نموده برای آمادگی و تامینات بیمارخانه‌ها با داروواری و تجهیزات ضروری تدبیرهای عملی اندیشند. همچنین ساختارهای داخلدار شهر موظف گردیدند که در هماهنگی جهتی از تشخیص گذرانیدن و به کارانتین فرا گرفتن شخصانی که از خارج به جمهوری وارد می‌گردند چاره‌های عملی اندیشیده در همکاری با کارخانه‌ها حجم استحصال موادهای بی‌ضررگردانی و بهداشتی را تقویت بخشند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سپارش دادند که با مقصد اجرای سری وقتی کارها در نزد ریاست تندرستی شهر گروه کاری تأسیس داده از نتیجه اجرای کارها در این سمت همه روزه به رئیس شهر اخبارات منظور نمایند.